دادگاه شهر دوشنبه 4 میلیسه متهم به شکنجه بازداشت شده‌ها را متناسباً از 7 تا 17 سال روانه زندان کرد. قرار دادگاه باعث ناراضگی ادوکات و نزدیکان آنها شده است. با سبب‌های نامعلوم سود وجهی که در تصویت پیشکی گذاشته بود به نوبت نگرفته در حکمش قید نکرد. نوبت از آن که 8 کاره سود شدگی محکوم شده سفر رستم 8 کاره سود که عریضه و که از محکمه که دعوا ندارد نسبت زیرحمای من این حالت هم به نوبت گرفته نشده است. در جلسه نهایی دادگاه دادرس به میلیسه های سابق فرهاد نورخانوف معاون پیشین سردار شعبه کافتوکوب جنایی در ریاست امور داخلی دوشنبه 17 سال برای عوض سبزی و ایرانیدین اهل دین 9 سالی و برای امید وهابوف 7 سال زندان اعلان کرد. دادگاه محکوم شده ها 4.5 ماه قبل آغاز گردید و در آخرین نشست نماینده دادستانی کل برای اولی 23 سال و برای 3 تن دیگر 15 سالی زندان طلب کرده بود. پدر فرهاد نورخانوف از ارزیابی به قبل او یک جانبه محاکمه پسرش راضی نیست. برای چی شما نمیگویید که رستم 2 زن داره و در اینترویو شما دادگی که از یک عائله 2 کلین چی خیلی میشه؟ این افراد به شکنجه بازداشت شده ها متهم می شدند. خودی آنها نیز در مرافعه های دادگاهی اتهامات را رد می کردند. وکیل مدافع حمزه صالح که از جبر دیده های اساسی به حساب می رفت می گوید اتهاماتی که نسبت محکوم شده ها اعلان گردیده بود این مرافعه های دادگاهی اثبات خود را یافت. یک نفر میتونه تهمت کند، 2 نفر میتونه تهمت کند، نخود که 15 نفر به سود حاضر شوند و همه آنها تهمت کنند. و یک چیز اهمیت دید که جبر دیده ها همه شخصان عادی هستند. سابق میلیسه ها هنوز در ماه فوریه سال جاری در پی شکایتی حمزه صالح یک ساکن دوشنبه بازداشت شده بودند. پرونده 4 کارمند میلیسه از قضیه های پرسر و صدای شکنجه متهمان در سال 2019 بود. حالتهایی بود که بر ضد کارمندان میلیسه بعد از رسانه‌ای شدن شکایت ها از شکنجه پرونده باز می شد ولی بعداً تفتیشات ختم می گردید.